نکنید مادرم هست. بسیار رفیق هستیم. حساب خانه دوستتان داره دید؟ سال دروغ گفتم. امروز هم شاید یک چند دفعه دروغ گفتم باشه. زیاد پوشن زیاد یا از رستوران کس بسیار خوششان میسازد پاکی. شما ناتم بسیار مدد کسایی که در اینجا تولد شدن در اینجا بودن بسیار راستگوی میباشن. چی نوع رویه مشتری بدتان میاد؟ ما هم خوب هستم. تشکر خلاص. مادرم یا خانم میفهمه جای مادر هیچ وقت گرفتن نمیتونه. یک دفعه خوردین باز. این مواد چی است که اضافه کردن بهش؟ امو خوبی امریکا هم هست اما بدی شما باید بلد باشی. بولانی هست اما کس دیگه هم میگن بسیاری وقتی که پیشانیش داشت میشه. چی شما رو رنج میده؟ وقت آزان هم هست. هر کس که نو میباشه میگه من نمیفهم چی بگیرم اینا میره اول میگم که میره و این چی است مادر جان؟ در این جمله من یک چیز میگم 5 دقیقه بعد آمد بسیار قالمقال کرد. همین حالا که میگم بدون من میگیره. حامی مالی این برنامه برنج مزه می باشد. برنج مزه سلیقه هر افغان. وطندارای گل سلام، آرزو میکنم که همتان خوب جور تیار باشین و روزهای ماه مبارک رمضان روزه بر هم ما شما به خوبی و خوشی سپری شود. دوستا امشام به افطار ما به یکی از رستوران های افغان های ما میوان هستم به نام بیگریت حلال. بیگریت حلال از کی است و چگونه یک رستوران است؟ امشام ما به اینجا میوان هستم به افطار و جالبی است که همیشه وقتی که میریم میبینیم یک زوج یک کار بار آغاز کرده، یعنی خانم و شوهر، اما این بار یک مادر و پسر خواستن که کار بار رستورانداری را ایجاد کنن و پیش ببرن. بسیار جالب نیست برای ما شما به خاطر از اینکه مادر و پسر چطور خواستن که با هم یک جا کار رستوران را پیش ببرن و او هم موفق شوند. ای که کدامشان موفق تر هستن و چی باعث شد که رستوران مادر و پسر پیش ببره، در ادامه برنامه شما ای را تماشا بکنین و ای که چی غذاها را اینجا میپزن همیشه در وقت افطار شما تماشا بکنین. از شما درخواست میکنم که لطفاً امی ویدیو را لایک بکنین و چینل را سابسکرایب بکنین. بیاین که بریم ببینین که مادر و پسر مصروف چی هستن. به داخل رستوران و اینجا می‌بینیم که مادر و پسر مصروف کاروبار هستن. سلام برسه. سلام علیکم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلام جان، شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیر فامیل کلی خوب هستین ان شاء الله. بسیار خوشحالم. و خیر باشین، سلامت باشین. خیر اجازه بدین کمی کامرا را ست کنیم بخیر که ما بیایم در کنار شما. داخل رستوران شما چقدر مقبول، چقدر زیبا، رنگ‌آمیزی و نقش و نگار همه چیز جور کردین، عکس‌ها و نوشتار که من می‌بینم. این نوشتار کی؟ نوشتار ارسلان جان همراه خانم خود نیلوفر جان. خب نیلو. در مورد فامیل صحبت می‌کنیم ولی از رستوران شروع کنیم که نوشتار رو می‌بینیم این طرف انگلیسی هم هست و با فارسی هم نوشته شده. یعنی قسمت مثلا نوشته شده که خالق هر موجود، رازق هر موجود، ولایت هر موجود فقط الله است. این برادر اخوارزاده ایم است که کزن ارسلان جان که اولاد ما است دیگه خطا جان نوشته کردن. خودشان خواستن که همون به سلیقه خود بیان اینجا یک چیز نوشته کنن. این دیوار پشت سرتان این کلش فامیل است، دوست است، هر کدام اینجا که ببینین هر کس آمده یک مسیج جور کرده. از اعضای خانواده، دوستا، فامیل یک چیز نوشته کردن. بله این همی مشتریام که میاین خوش دارن نوشته میکنن، میگن که برای ما یک قلم بتیم ما نوشته کنیم چیزا کلگی نوشته میکنه. دوستا معرفی میکنم خانم لیلا و ارسلان جان پسرشان است. یکی پسر چندمشان است، خودشان خواهد گفت.
ولی همونطور که در شروع برنامه گفتم مادر و پسر خواستن که کار و رستوران‌داری در پیش برن که ماشاءالله خبر شده بسیار موفق آمد هستند. حال گپ‌های بیشتر از شما میشنویم. سلام برای کلگی دوستان، برای کسایی که میبینیم ما را. خداوند همیشه خوش و آرام و صحتمند داشته باشه شان در اینجا افغانستان در جایی که هستن. سلام به کل بیننده افغانا دوستا عزیزا، خوش میبینیم، خوشگل می‌زنیم. چی باعث این آقا جان که شما همراه پسرتان رستوران جور کنین، رستوران داری بکنین، غذا پخته کنین، نان پخته کنین؟ ارسلان جان میخواست که بزنس داشته باشه در امریکا. خوش نداشت که به پیش کستگه کار کنه یا مثلا چی، میخواست که از خود یک چیزه. بازمی باعث شد که گفت که مادر رستوران میفهمید که مادرش هم در پالیش هست، کدش همکاری میکنم، من کدش همکاری میکنم. هر وقتی که باشم در پالیش استاد هستم. مادر جان چند فرزند دارید در کار؟ من 2 پسر دارم، 1 دختر دارم. ارسلان جان است، باز دخترکم است، سورشمین جان، باز امیر جان پسر خود است. 2 فرزند دیگه‌تان چیکار میکنن؟ دخترم که است او آرایشگاه در موی است، موی جور میکنه. دیگه بچگکم که است آیتی کار میکنه. شوهرم حالا کار نمیکنه، در خانه است، مریض است. حالا شکر فضل خدا خوب است. ارسلان جان، بله. کار کردن با مادر چی رقم است؟ چطور است؟ خوش است. خوش است. من روز که بیایم پالی مادرم بازویم است. همونطور هر روز که میایم آرام از دلم آرام است که نمی باشه یک رقم دلتنگی می باشه. یکی که مادر در کنار آدم می باشه خوش می باشی. درست است؟ هیچ امکان نداره که از خوش نباشه که هر لحظه مادر نمیبینی. از لحاظ کار و بزنس باز چطور؟ این رو متوجه شدی که با سرکارمند میتونی که یک پتکه، تزکو یا زوچو به او صورت چی میکنی؟ تو عمر کلام نمیتونی سر مادر؟ بله نه چیز کردن نمیتونی، مادرم است. بسیار رفیق هستیم. نداره مادر جان که در جریان کار رئیس کارمند یک کمک گفتگو نکنه که مثلا چرا دیر کردی یا زود بیا. خودت چی میگی مادر جان؟ اگر چیزام گفته باشم بازم میایم 2 دقیقه بعدش رویشم میبوسم، ماچ میکنم، میگم ببخشید مادر. یک چی میکنید؟ نمیشه دیگه، سخت است. مادرم حقدار است سر من، مادرم است. هر گپ که بر من بگه من قبول میکنم. اما زیادتر من که فکر میکنم ارسلان جان یعنی اولادایم کلگیش شکر فضل خدا باز که ارسلان جان که کار میکنم یعنی زیادتر ارسلان جان به حساب عزیز که رفیق است، بچه کلانم است، رفیق است. و من گفته میشم روز اول که من کار کردم من برش گفتم من که کار میکنم همراهت من کمک برات میکنم، من برات تیر اجازه میتم که سر من بگویی که مادر اینی چیز باید شوه، اینی چیز نشه. یعنی امر کنی. اگر امر مثلا در بین که تیم کسی باشه، یک جای باشن فامیلیا مثلا یا همکار، او باز در او وقت نه باس معلوم می باشه نه کسی که کارمند، کلگی باید از کتی یکی دیگه بازو بتن، دست بتن. مثلا ارسلان برای من میگه مادر جان فرایس، مادر فرایس، باز من میدم فرایس میگیرم. هیچ اصلا بیخی یک رقم یک محیط می باشه که باز مثلا که از اینجا که من هر روز که برایم باز ارسلان برای من در مابین تکس من اول خب در کمره چک میکنه که دیگرها را میگه که فکرتان بگیرین سن مادر که کار چیز وزن بلند نکنه، این نکنه و نکنه. و باز این که وقتی که من برایم هر روز که برایم برای من همیشه میگه که مادر بدون تو من هیچ وقت ارسلان نمیبودم. و این راستی یک چیزیست که من راستی هم خوش میسازم، میگم شکر که من هستم که من میتونم یک چیزه، شکر که صحت دارم. و بچه خوردم عین چیز نمیگرد میزنه فضل خدا، دخترم شکر عین چیز میگرد میزنه، شکر به کلگیش فضل خدا میرسم و کلگیشان هم مادر راست بگوین کدامش بیشتر دوست دارین؟ هم تو صادقانه؟ حقیقت براتون بگویم صادقانه اولاد هیچ فرقش نیست، هیچ فرقش نیست. هر کدام مادرم چیزی که مادرم میگفت، مادرم چیزی که میگفت که هر اولاد است
مثلا اولادم میتونی که کلش یک چیز میباشه، اما از حرکت خود، از کردار خود، از این خود یک نفر زیادتر بیشتر میباشه. پدر مادر نه؟ ایناله به نظر من که وقتی که میگم ارسلان جان باز روشمین دخترم میایه پیش رویم، میگم که خب این خود دختر است به حساب چیز به دیگه طریقو برای من پیش نزدیک است. مثلا به دیگه حسابا باز بچه خودم میگم این خورد است، اما هیچ وقت فرق نشده بینشان. راستی ما هیچ وقت فرق نکردیم و ارسلان جان کس برای من به خاطر که اولاد کلان آدم همیشه رفیق آدم میباشه. من فکر میکنم این زیادتر عادت باز من یگانه چیز کسی به پدرم میمونه. ارسلان جان بسیار به پدرم میمونه، دوستش دارم. خویش عادتش بسیار زیاد، یعنی بسیار زیاد یک نفر است که بچه است که من نمیگم که اولادم است من تعریف کنم، با کلگی کوشش میکنه برسانه خدا. تا هنوز یک گپ را به مادر جان گفته باشی و بعدا پشیمان شده باشی و خود خورده باشی که بلکه از خدا من چرا این گپ زدم مادرم نمیدونم شده خدا نمیمانم تا او اندازه خود برسانم که یک گپ فضل خدا هیچ کدامشان. خانم پرسان کرد گفته که اگر تو یک جای بریم به تفریح، یک طرف بریم یک هفته دو هفته از مادر جان دق میشی؟ گفتم چرا نه؟ گفتم هر روز میبینم انشالله. نه آدم که مثلا زن آرسی میکنن میرن یک طرف دیگه، اما ما کارم باز نال یک جای میکنیم، هر روز میبینیم یکی دیگه را. مادرتان دوست دارم یا خانم دارم؟ مادر ما یا خانم میفهمه جای مادر هیچ وقت گرفتن نمیتونن، اما خانم بسیار دوست دارم. همین موجوده که زن است بسیار در افغانستان چیش در اینجا باید است که بفهمن. مردایی که میفهمن راستی شخصیت دارن، خانم خدا به نظر بسیار محترم میبینن. شما امروز همراه ارسلان جان چی غذاها را به افطار تیار میکنیم که یک جا اینجا بچینیم؟ ما هم کتان کار میکنم درست و او را به دوستا تصویرشان بدیم. درست است، میریم میبینیم که چی میکنیم انشاءالله. دوستا اگر میخواین که مشتری دائمی این رستوران بیکری حلال و مشتری مادر پسر شوید، میتونین به آدرس تماشا میکنین سر بزنین. حتما بین که بریم داخل. خیر انشاءالله. طعم واقعی غذاهای افغانی را با اکورد گریل رستوران تجربه نمایید. اکورد گریل رستوران با داشتن غذاهای افغانی خوشمزه همه روزه پذیرای شما عزیزان می باشد. همچنان اکورد گریل رستوران برای محافل خوشی و مجلسی شما عزیزان نیز آماده خدمت است. آدرس ما ویرجینیا اشبورن. جهت معلومات بیشتر به شماره 571 291 2737 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.accordgrillkebab.com مراجعه نمایید. اکورد گریل رستوران، طعم واقعی غذاهای افغانی. اینا به خاطر که بیک یا نه چیز زیاد، نان زیاد، پورشن زیاد، پورشن زیاد یا نه کلان زیاد میدن، نان زیاد. از رستوران که است بسیار خورد است، آشپزخانه‌اش هم پیشرویی است. جیرو همراه گوشت گوسفند استک و گاو میکس از زیادترش گوسفند است. بسیار گوشت مزه‌دار. Hey, it's ready. همین استک. این دال من توتش باز میکنم. اینجا کم سرخش میکنم باز توتش میکنم. ساندویچ ها یا که جور میکنم در اون من پیش هستم. باز نخود و پخته کردن سبزی یا مادرم که اول است، درجه اول است. مادرم که هست که مامازه است که همون چیزایی که یاد گرفته است من نمیتونم در اون درجه برسانم خودم. یک دفعه که بخورن اگر کسی نفهمه مزهشه، یک دفعه که خوردین باز
بس نمیکنیم، میخواین از همی هر دفعه که آدم به یک گوشت است که مردم گریس و عرب و طرف های نیویورک هم زیاد خورده میشه. بسیار مزه‌دار گوشت است. چی تیار میکنی اینجا ارسلان جان؟ چیکن ساندویچ. چیکن ساندویچ. این موادات چی است که اضافه کردن بهش؟ یارد است، بردینگ میگن. خب. بردینگ از خودش می مساله یا که ما تیار میکنیم دو میمانیم. هر گوشت که ما داریم کلش تازه می باشه، هیچ چیز یخ نمیاریم از دکانا، کلش تازه برای ما میارن. خب. از اینجا تو برد میکنیم. خب. بسیار مزه‌دار است. بسیار افغانایی را خوش کرده. خوش میکنن افغان. بسیار زیاد. میاین اولادا را میارن خودشان خورد کلان کلگی میره خوش کرده. چیکن ساندویچ تازه که آدم تیار کنه فرش به هر کس خوش آدم میاره. جای دیگه دکانا که آدم میره مکدونالد، برگر کینگ یا و حلال هم نیستن و دوم چند ساعت و گوشت میشینه اونجا. این کس تازه براتون میکشیم، تازه تیارش میکنیم. آره میبریم. فرایر میندازیم. داداش میمونیم. فرایر بعد. Fries is ready. با دیگه چیکن ساندویچ داخل روغن گذاشتن. ببینید که چطور میشه. ارسلان جان چی است که امروز؟ This is called hot oil. روغن سارتن می باشه. خب مرچ است همراه روغن. مرچ است همراه روغن. این دیگه همراه ساندویچ که علاوه کنی اضافه کنی دیگه کیفش دوچند میشه. رگولر هم داریم که طفلا میگیرن که مرچ یاد سرش انداخته نمیشه. اما باز این بر کلاناز دیگه. بر طفلا جداست. طفلا جدا می باشه. بله. و برای ما موقع میگن که رگولر باز ما میفهمیم. اما اینیشه در دو طرف براتون مرچ میمانم که اندال باز خودتون مرچ خوشتون میه؟ مرچ خوشم میه. من تون خور هستم. خب بسیار خوب. دا دیگه همین لحظه دیگه چند دقیقه بازان مانده. یعنی می چیزا رو یاد نکن. من یاد دمی فکر بودم گفتم که اندال چقدر گشنه شده باشین شما. گشنه خوب فول گشنه شدیم. یکی دمی ماه رمضان ارسلان جان دو لقمه نان بخوریم پس میبینی که سیر سعی میکنیم چقدر گشنه بودم یک غذاها کلش مان. دوستا امشام ما در رستوران بیگ رید حلال افطار میکنم همراه یک مادر و پسر به نام ارسلان جان و خانم لیلا که بسیار زحمت میکشن و اینمی کاربار با هم یک جا پیش میبرن. ببینیم که چی غذاهای اینا تیار میکنن. انشاءالله که مزه‌دار خواهد بود و دوستایی که اینجا آمدن خوردن اونم میخواهن. ارسلان جان شما تا حال افغانستان رفتین؟ 3 دفعه. 3 دفعه رفتین؟ بله. چی خاطره دارین از افغانستان؟ خانم سوال میگم که آرامی بیای به افغانستان انشالله که ما پس بریم به افغانستان. امریکا که هست که در اینجا تولد شدم، کلان شدم. دوست دارم امریکا را اما اینجا تولد شدی خب؟ اینجا تولد شدم بله. اما کسایی که اینجا تولد شده بله. علاقمند ای است که بره افغانستان زندگی کنه. راست صادقانه بگین. خب؟ سازه. چرا چی خوبی داره افغانستان که؟ اموطن است. مسلمان، کشور مسلمان. اگر کلگی مسلمان هم نباشه باز هم آرام است، دل آرام داره. اینجا که هست آدم باید بسیار کوشش کنه که خدا به دین نگاه کنه و نزدیکی به خدا داشته باشه. از خاطر که 4 طرف
خوب خراب است دیگه. امو خوبی امریکا هم است که اما بدیش هم امو است دیگه. تا هنوز در خانواده گفتیم که ما یک روز میخوایم افغانستان بریم دیگه چه امریکا نه. شما یا من؟ نه خودت. نه امریکا رو دوست دارم میخوایم باشم. من همین بزنس شروع کردم که امو چانس داشته باشم که افغانستان هم برم هر وقت بخوایم امریکا هم زندگی کنم. خودت زندگی بر خود میخوایم با فامیل خود با مادرم. رفت آمد میخواین داشته باشید. بله یا. ارسلان جان آرسی کردین ثمره آرسیتان فرزند دارین؟ بله فرزند ندارم آرسی کردم. خب انشالله طفل ندارین؟ تا حال نه. خب ببین ماه رمضان یک دعا میکنیم که پدر شوین. آرزوش دارین که پدر شوین؟ آرزوش دارم بله. میشین بخیر تمام. بسیار خوب. میبینیم دوستان مشتریان بیش از حد زیاد است و ارسلان جان هم کار داره. ارسلان جان خودم به کارایت برس و من همراهتان هستم. من میخواستم که کمک همکاری کنم ولی میبینم که باید بلد باشی به هر جایی که دست میزنی و به هر جایی که میخوایی که یک غذا را ترتیب بدی یا بری یک بخش پخته کنی، نمیفهم چکن ساندویچ پخته میکنی، مرغ یا سالادش آماده میکنی، باید بلد باشی. اگر من این کار شروع میکردم سر از اینا دیر میشد. پس اون خاطر خواستم که سر از اینا پیش برم انشاءالله در افطار یک غذای بسیار مزه‌دار از این رستوران خاطر کنم. چابلی کباب هم پخته میکنیم آقا جان؟ بله چابلی کباب بسیار خوب. همونطور چابلی کباب های وطنی؟ وطنی است. ببینید این چابلی کباب های وطنی همون چیزایی که در افغانستان ما بینش منداختیم هم این چیز اینجا مندازیم؟ این چطور میکنیم. آقا جان از اون صبح که میاین تا دیگر چند بجه شب کار میکنیم؟ من بسیاری وقت مثلا تا به 4 بجه 4 بجه می باشم. از 9 بجه میایم 9 بجه صبح میایم 9 بجه یگان وقت 10 بجه یگان وقت میایم بازم ساعتای 4 نیم 5 بجه من برایم. باز روزایی که کار خودم باشه در کار خودم برم باز وقت باز دیگه شاگردا کار میکنن؟ بله شاگردا هستن اینجا کلکشان چی شدن یا نه بلد شدن نیست بلد شدن بله نیست که باید است ما ارسلان جان حتمی باید است باشه خودشان هستن اینجا چندین نفر یک منیجر داریم او امروز کار نمیکنن دیگه یک دختر است اسپانیشیست که تمام کارهای منو میکنه از مثلا برنج دم کردن یایش مثلا یک افغان دیگه ماست که این کار میکنن اما من در سر می باشم مثلا برنج یاره کوشش میکنم که خودم باشم اما حال یادشم دارم میتونم که کمک کنن و که نباشم یعنی با هستم از 10 صبح تا 12 شب هر روز دیگه باز ارسلان جانم در ویکنان نمی باشد دیگه خودم هم که هست یک روزش نمی باشم اما کوشش میکنم که زیادتر وقت باشم و سرش که کنم یعنی کوشش میکنیم که نان ما همه تازه و همه چیز آماده باشه که برای کسمرا که از پیشان شکایت نمونه. خانم لیلا این کار شما کدام بخشش سخت است؟ بر شما دلگیر است که بعضا بگوین که حالا ما رو بس از دیگه رستوران داری ما رو دیگه دیر دیگه کار نکنیم. رستوران داری بسیار سخت است. بسیار سخت است. زیادتر وقتی که ببینین که مثلا همی نفرایی را که آیر میکنین کسایی را که میخواین که داخل میشن در کار همراهتان و درستی یا که کارتان نکنه دلتان او میشه اما وقتی که باز همی آیر کردن و پایر کردن بسیار سخت است که کسی را میخواین که بیرین در کتان میباشه و باز پس نمیشه بسیار رستوران داری سخت است باز مثلا اگر او را میخواین که بکشین اونمون راستی ما را آزار میده و ضرورت دارن که کار کنن اما کار ما مشتریان برای مهم است که کار درست برشان شوه ایشتا اما فضل خدا کسایی که ما کار میکنن مثل اولاد واره من دوستشان دارم کلگیشانه و زیادتر که کسایی که مثلا از خود از مملکت خودم هستن من راستی تضاد ندارم در این جای اما
واقع هستن زیادتر از مثلا وطنم هستن. ما را زیادتر دیگه خوش هستم که هستن همینجا یک جای می باشیم کمک به یکی دیگه میشیم. کارم کنین. دیگه ایرم جور میکنم میبرم برای افطاری برای خودم. بخیر باز دیگه چیزایی است. ایره برای افطاری پخته کردین؟ بله پخته کردیم. جبلی کباب هم داریم در افطاری خیر. جبلی کباب بله. بسیار عالی. و دیگه از همه چیز میخوایم. چی هست مثل بولانی؟ بولانی هست اما کسدیه میگن. کسدیه 3 رقم میباشن. یک رقمش که همراه مرغ است. یک رقم دیگهش همراه جایرو که گفته میکنن که همراه گوشت گوسفند و گوشت چیز گاو یک جای است و دیگهش تنها پنیر در سرش میباشه. در جریان کار از کدام عادت ارسلان جان خوشتان میاد؟ از کدام کار ارسلان؟ کدام عادت در جریان کار؟ بسیار پشت کار داره متوجه همگی می باشه. متوجه همگی می باشه مثلا کار خودم میکنه اما متوجه دیگه کسان است کارش بسیار تیز است کنترل میکنه. هیچ راستی من خوش میاد اما از خودم میمانه بسیاری وقت نمیتونم مثلا میکنم اما به اون رقم نیم. اما کسایی را که در زیر دست کتش کار میکنن که مثلا وارا میخواه که به هم رقم خود بسازه راستی همیشه که ترینینگ که میکنن همیشه همو یادشان که میده یاد گرفتن که میکنن و کسایی که کتش کار میکنن و راستی مثل خودش وارا میشن. عادتهای خوبم داریم عادتهای بدم. از عادتهای بده که داره در جریان کار. که در جریان کار بسیاری وقت دیگه پیشانیش تاش میشه. پیشانیش تاش میشه که کم غلطی و چیزا شه و باز خودش میگیره اون چیزا. نه بانه که من بکنم. یک چیزی که شاگردا خراب کنه. یا مثلا ببینه که اونمون چیز خراب شده زرد کدام ما باشه از ما باشه از دیگه از پیش دست ما میگیره خودش میگیره. آجر خودش مادر در زندگی در روزگار چی شما را رنج میده؟ اول من زیادتر کوشش میکنم که افغانستان نبینم هیچ چیزایشه. خبرها و یایشه. هم واقعاتی که رخ میده برنامه گذاشته که میبینم زیادتر در ماه رمضان هر شب که میبینم من عشق میریزانم و تنها منه شوهرم عین چیز میکنن اولادایم عین چی دارن کوشش میکنیم که کمک کنیم به حساب چیز اما هیچ نمیتونیم. افغانستان راستی بسیار رنج میده و دیگه ای که ببینم یک نفر که از هر جای باشه یک نفر ضرورت داره و من نمیتونم برش برسم او بسیار مرا رنج میده. از اینکه شما در رستوران کار میکنین شوهرتون براتون چی میگه؟ والا وقت بود خودشان می آمد بسیاری وقت می آمد اما شوهرم خوش است به خاطر از اینکه درست رو نمیبینم یگانه کس است که راستی کمکم زیاد میکنن در حساب خانه. دوستتون داره در این سن که رسیدین یا نه کمک واره چی میگم مهر محبت جوانی نمانده چی رقم است؟ اونمو احترام بین ما هست اونمو دوست داشتن است. میگن محبت زن شوهر روز به روز کم شده میره یعنی بعد از چندین سالا که میگذره کمک واره مثلا اولاد داری میشه و نواسه داری گرفتاری یا زیاد است درست است که محبت یا کم میشه اما تو شده یا ناب میگن اما محبت زیادتر میشه احترام زیادتر میشه. کدام روز شده که به بسیار شوق به بسیار محبت همینجا گذار جور کرده باشین رفته باشین بر شوهرتون برده باشین؟ همیشه میبرم زنگ میزنم بسیاری وقت که من مانده میباشم یا میفهمم که نکردن یا میفهمم چرا شوهرم یک کم مریض است تو شکر فضل خدا صحتش چی نیست که مقصد یعنی به حساب شکری است باز بسیاری وقت که بفهمم صبحی که برای اون که جور نیست کده باز من زنگ میزنم میگم چی خوش داریم که براتون جور کنم بیارم.
وقت آذان هم هست دیگه. تمام وطن‌دارای ما در هر گوشه دنیا که هستن موفق باشن، خوش و آرام باشن، کنار خانواده‌شون. چند دقیقه مونده به افطار بخیر؟ یک دقیقه مونده دیگه. یک دقیقه مونده. تا یک دقیقه که آذان میشه که پیش از آذان یک دعا بکنیم. شما هر دعایی که در دل دارین. آمین 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 کلگی. بخیر. اول خداوند افغانستان آرام بسازه. فلسطین افغانستان جایی که راستی مسلمانایی که دمی 40 سال و 35 سال تکت شدن خداوند آباد بسازه مو جایا رو و دیگه غم نبینن کسی دوری مسافرای خدا نبینن کلگی یک جایشان. راستی ما تقریبا 35 سال است که از 35 سال هم نه زیادتر از افغانستان 39 سال 40 سال قبول کنید دعای ما رو. أشهد أن لا کدامش خورده میشه؟ هر چی که بخورین میخواین که کدامش شروع کنید؟ سبکتر از کسدیه میخواین بخورین یا یک از برنج چیز میخواین که بخورین. بین که اول یک معرفی داشته باشید. اینی ساندویچ است؟ سلام جان. چیکن ساندویچ ماست ولی چیکن ساندویچ است. یک است که سه رقم میتونه به رگولر تفلا خوش داره یگان تام که تون نمیخواین باز میدیمش است که یک کم ذره تون میباشه باز سپایسی داریم سپایسیش بسیار تون میباشه باز چیکن تندرز هم داریم امرای پنیر اگر بخوایم پنیر هم میتونید سرش بانین اما بسیار مشهور است بسیار میره امریکایی هم خوش داره افغان هم و باش که میره بالا کنیم رویشه سبزی لوبیاست امرای جایرو میگن که امرای چیز است کوفته است از گوشت جایرو از گوسفند و گاو یک جای است مکس است. بله اینی بی خود گوشت جایرو میگن. جایرو میگن بله جایرو میگن کلگیش در گریل پخته میشه کوفته البته نه اما دیگه چیزا اینی چیکن اوور رایس است. اینی از همه چیز که ما میفروشیم اینی اول است نمبر 1 این میره کلگی خوش میکنه. هر کس که نو میباشه میگه من نمیفهم چی بگیرم این میره اول میگم که میره بخورید. ایره که بخوردین باز دیگه چیزا رو بگیرین. باز هر دفعه که میاین میگن که ما دسرش چی پرتیم باز باید است وایت ساس نت پرتین دسرش. اگر وایت ساس نپرتین دیگه اینکمپلیت است. مزهش دو چند میشه. مزهش دو چند میشه. ایره باید شما اول بخورید. و این چی است مادر جان؟ این کسدیه است. کسدیه میگن. بله. او دیگه دما بینش مرغ مانده میتونین. دیگه اتمی باید از پنیر می باشه. پنیر می باشه دما بینش باز مثل بولانی مواد است. اما در سر گریل پخته میشه. خود پنیر است. باز دیگه یا مرغ میمانین یا همی جایرو که گفتم ایره میمانین. دیگه باز در سر از او ساس هم اندازین که همی سفید وایت ساس است همراه مرچ سرخ. سلات ما باز 3 رقم 4 رقم سلات است که یکیش که ترکاری است باز دیگهش مثلا کت مرغ می باشه دیگهش همراه جایرو می باشه و دیگهش کامبو میگن که 2 دانه پروتین یک جای میکنیم که مثلا از هر چی که میخواین که باشه زیادتر بلا از او چندین نفر است که در چیز از می کستمرای ما که دایت هستن که میخواین که وزن ببازن باز همیشه میاین از نمی چیزا میگیرن. باز چبلی کباب است. چبلی کباب عین معمونه چیزی که در افغانستان پخته میکردیم اون رقمی است. و این طرف ها میبینیم که فرنی است. بله 3 رقمی. یک رقمش است که چیز است دالچینی است. یکی دیگهش که اینجا سینمن میگنش. دیگهش است که
خالی است چی میگن پلین است و دیگه یکی دیگه شام که هست همراه پسته است. بله. و شورنخات هم داره؟ شورنخات هم بله شورنخات هم است. قاشق بودی که چیز شاید بالا کنیش که زیاد از دیگه اینال او آدم پیدا شد کل دید جان کنه. خیر اگر نتانستین خوردن میخوایم که ببرین. خوردنش نه میباز چی میگن سری به خاطر که افطاری آدم اشتیا نمیداشته باشه. کیدرینگ هم داریم که مثلا نانای اصل افغانی قابلی پلو است لاوند هر چی که مثلا حساب افغانی است وبسایت ما که برن بگرد حلال است. وبسایت ما و اینستاگرام فیسبوک کلش بگرد حلال است. باز او میتونن آردر بتن برای میمانی های خدا میتونن که باز ایمیل ما همون چیز است بگرد حلال جیمیل. دوستایی که اگر معمولا برنامه رو اختصار میکنم باز یک دوست ما در کامنت نوشته میکنه که آدرس زیر کجاست که میاد برای شما ارسلان جان گفت و همین لازم شما میتونید که در پایان صفحه آدرس رو ببینید و اگر علاقمند بودین اون از بیاین بخیر شما کنید. خب از کدام نال ازر کدامش که میگیرید؟ هر چیز اول میگیرید. کدامش خوردن میشه که اول امیره بخورید. اول از امیر یک پیس میگیرید. دست پاک است مکتب در رستوران که کار میکنید همیشه دست پاک میباشه. ناخونا کوتاه دست پاک موی بسته. مادرم گفت اینی سبک است که بخورین سبک نیست. سبک نیست به خاطر پنیر است. مثل پیتزا وارسته. یعنی گفتم دمی افغانستان هم در اینجا اول کتمی بولانی و افغانا کت بولانی و چیزا هم تقریبا مثل زورست. بازی را کلگی میگن که میدی هم است یعنی تن نیست. و سبز اگه بخورید بسیار تند است. سبز خوب تند است. یک نفر از هندی بود یا پاکستانی بود به خیالم. ساس تن نیست. گفتم خب خیلی دیگر روز بیا که من بر تنده بیارم. سبز گفتم درست تنده. سبز راستی آمد و نشان دادیم. برش دادم گفتم دیگه از راستی گفته نان من فهمیدم که افغانام که بخواین تن میخورن. میرم سمی جان بگیرم این چیکن ساندویچ براتون جور کردم. بگیریم. مخصوص برای شما جور کردم یک چک خوب بگیریم. بزنیم باشیم چک. این سالس هم هست. نوش جان. ماشاءالله غذاها زیاد است و کم کم از هر غذا نوش جان کنیم و تست کنیم که مزهش چطور است. همین جایرو است که گفتیم باش که یک کمک از جایرو رو میگیریم. این رو پردم؟ خوردین یا نخوردین جایرو؟ جایرو رو یک دفعه خورده بودم. یک دفعه خورده. مزدار است. فامیلم که در افغانستان است خالی است. اینجا که فامیلم است کلگیش خورده از این. فامیلایتان در افغانستان هستن؟ بله برادرم است. همین حالا که میگم بدون من میگیره. کلگیشان هستن. 24 سال بعد رفته بودم. در خاک افغانستان که رسیدم فکر کردم که از این نشانهای خالی شده یک چیز خالی شده. با خدا قسم است 3 هفته که بودم بسیار در اونجا جگرخونی ها را دیدم که مردم را دیدم یک روز اشک از چشمم یعنی چی نبود اما احساس راحتی میکردم فقط که هیچ بار چیز نیست در سرشان های یک رقم شخه که میباشه حالا همیشه اون رقم نبودم و راحت بودم بیخی فقط که نو تولد شدیم وقتی که پس آمدم دمی از خاک برآمدم پس اونم عادی لیلا اونم کاربار یا راستی هم خاک آدم کمی سالها تیرم شد بازم خاک آدم احساس خوشی بر آدم وقتی پس امریکا آمدین در فکر تکس ها یایتون شد تکس ها و همه چیز در اینجا میتونین که خدا به هر جای برسانین اما دیگه اونمو رقم باید است نفستان هم دیگه
تا با آخر دیگه زحمت و نفستان بکشید تا اما به هر کس چانس داره. در امریکا یگانه بهترین چیز همیست که هر کس رو میتونه بکشه، هر کس میتونه کامیاب شد هر چیز. یک نماز بخوانیم بعد از اون انشالله با شما هستیم و خوردن این غذاها که بیشتر از این دل شما هم بزرگترین هدفتان در امریکا چی است؟ بزرگترین چی؟ هدفتان. هدف چی است؟ What's your big goal in the future? که این دکان اقا پیش بره، اقا سکسسفل باشه که مادرم، پدرم، زنم، اولادایی که حال ندارم که میای خوار بیادم، همه فامیلم، دوستان، خالایم، کاکایم، مامایم شد، همگی آرام باشه، همگی یک جای باشه. من خواه نیستم که بگم خودم برم یک طرف تفریح یا اینجا برم اونجا برم یک موتر مقبول بخرم، یک مرسیدیز یا بی ام دبلیو. چی فایده اگر فامیلم خوش نباشه، اگر فامیلم آرام نباشه، دلم من آرام نمی باشه. از اون خاطر فامیل برای من همه چیز. بزرگترین آرزوی یک مادر در خانواده در زندگی چی می باشه؟ آرزوی مادر یعنی نیست که اولادش آرام باشه. اگه خودت در هر جایی که باشی بیخین آرام باشی، اما اولادت که آرام بود، خودت آرام میشی. مادر کسی است که راستی هیچ وقت اولاد درکش نخواد بکنه. چقدر مادر به اولاد نزدیک است، چقدر مادر میخواه که تمام زحمت، تمام چیز سر خودش باشه، اولادش آرام باشه. که یک کس دیگه داره به خدا روز شده که یا یک چیز تیر کردن، ما اس کردیم، مامور اس کردیم، این چیز ما درک میکنم. در بین اولادا بزرگترین خوشی در زندگی کدام اولاد برتان دادن و او چی بودن؟ بزرگترین خوشی بر من که اول خودشان شدن. اولین اولادم خوشی بر من داد این بود که تولد شد، وقتی که عروسی کرد. من دیگه راستی بسیار زیاد خوش بودم. بعد از اینکه من مادر کلان شدم، او بسیار بهترین خوشی بر من بود که از طرف دخترم شد. نواسگکم است به نام ارمان نوح. چی نوع رویه مشتری بدتان میاد؟ زشت اگر امروی آدم گپ بزنن. زشت؟ وقتی که میاین ایوازی که یک سلام علیکی کنن. چی میگن؟ میاین ایوازی که بگن یک سلام علیک یا hi how are you، راستن میگن برای ما یک chicken over rice بده. chicken over rice یک خوراک برنج برای ما بده یا chicken sandwich، یک نام، یک چیز جایرو رپ برای ما بده. امو جملهش امریه می باشه، امر میکنن. بله یا ما امریه یا عجله می داشته باشن. باز عکس العمل شما چی می باشه؟ من ممکن سمایل میکنم، میگم مام خوب هستم، شکر تشکر، خلاص. باز میگم no problem، خلاص. از خاطر که ما باید صبر داشته باشیم امروی مشتری. یگان مشتری است که اگر ببینید اینی که هست یک جای نشته کردیم، اینجا اونجا نشته است hangry definitionش در زیر نشته است a state of anger caused by lack of food, hunger causing a negative change in emotional state. یعنی که یک کسی که گشنه باشه اعصابشان هم خراب می باشه. یگان تا نترس گشنه می باشن اعصابشان خراب می باشه. باز ما رفتار خوب میکنیم امروزشون، نمیتونیم که ما هم زشت امروزشون گردیم. یگان تا روز خراب می داشته باشن، در کار کنم چیز خراب شده یا نمیفهمیم که چی گپ است، ما باید از امروزشان آرام صبر داشته باشیم، آرام گپ بزنیم. در این جمله من یک چیز میگم. یک دفعه از افغانای خودمان در پارسال ماه رمضان آمدن. یه زن می آمد چند دفعه از مسجد می آمدن، فکر کنین که می رفتن تراویح. و حساب از این که برن تراویح مثلا آمدن اینجا آردر دادن، آردرش بسیار زیاد مثل که امروز دیدیم بسیار زیاد پشت نفر داشتیم. من برای شما گفتم من 20 دقیقه بعد از شما تیار میشه. این که آمد این همینجا نفرها زیاد بود،
این 5 دقیقه بعد آمد بسیار قال مقال کرد. من مقدر آمدم در پیشریش استاد شدم گفتم خودت که افغان هستی در انگلیسی برش گفتم دیگران بفهمن. گفتم خودت که افغان هستی سپورت یک سمال بزنس نمی کنی، یک بزنس خرد نمی کنی. گفتم به این رقم چیغ میزنی و خودت هم ما گفتیم 20 دقیقه تو آمدی 5 دقیقه بعد یا 10 دقیقه بعد. اولادکایش همی گفتم میرفت که مادر میشه میدن اولادایش. این هم چیغه زدی. من گفتم خیره نانم ببر، اما من چیغ نزن. باور کنین امسال آمد چند روز پیش از رمضان آمد که من حج میرم، من بخشش میخوایم. ارسلان جان در کار رستورانداری چیز خودت خوش میسازه؟ چی مرا خوش میسازه؟ مشتری که بگه که نانتان مزه‌دار است، مشتری بگه که اولادایم نانتان بسیار دوست داره، اینی چیزا مرا خوش میسازه. بسیار چیزا زیاد خوششون میسازه. پاکی برای شما نانتان بسیار مزه‌دار بود. شکر زنده باشم. یکی خب حال تعریف نه واقعا بسیار مزه‌دار بود. واقعا وقتی که یک چیز رو زحمت میکشی توقع داری که اگر میهمان باشه یا مشتری باشه در رستوران خوش داره که بشنوه که بسیار مزه‌دار. یکی مثلا خود ما افغانا چی هستیم، اما کسایی که در اینجا تولد شدن در اینجا بودن بسیار راستگوی می باشن، بسیار صادق می باشن، حقیقتا یا حق صادق می باشن که تو این هم اینجا که درون میشه این هم تو چشمش هست که سیل میکنه کجا پاک است کجا نیست. می‌بینیم فرزندایی که متولد امریکا هستن بیشتر صادق می باشن و راست میگن. حالا یک سوال هم تو شوخی گونه است ارسلان جان پرسان کنید که تا هنوز در طول زندگیتان دروغ گفتین؟ دروغ گفتیم؟ بسیار دروغ گفتیم. امروز هم شاید یک چند دفعه دروغ گفته باشم بعد از افطار. بزرگترین دروغی که برای والدین گفتین، برای پدر و مادر گفتین، اون دروغ چی بوده باشه که تا هنوز هم اون افشا نشده باشه؟ نمیال افشا شود. میگم چرا نه؟ خود جوان هستم اما سالهای مثلا 20 ساله 21 ساله بودیم، بازم یک شرم عیاس نمیخوایم مادر و پدر بگیم کجا میریم، از خاطر بعدشان یگان چلم کشیدن. اما ما نمیرفتیم به چلم کشیدن، خب میرفتیم در جایی که در چیزا میشه. باز مادرمشون میگفت کجا میریم؟ میگفتیم ما در رستوران عربا میریم. باز میگفت که خود سعیس جای دیگر نرین. میگفتیم نه خلاص. آقای گبامت بعض وقت تصمیم می‌داشته باشی که تو اهل مون کار نیستی. بله. ولی که دوستا بعضا میخوای که موجب بری. بله. هر قدر تو قسم قرآن بخوری به مادر که مادر من این استفاده نمیکنم ولی میرم بازم با مجبوری توی معید نرم. نه راستی چیزا خوشم نمیاد. اگر باز بفهمم میگم خب عرب بود بیاد. خب راستی عربا بودن باز. زیادتر کلان کشیدن که همین کزنا کلان شدن، خوارزاده و بیادرزاده و یا کلان شدن. از اون خاطر دیگه فامیل کلگی میفهمیدیم کجا میرن کجا نمیرن. این حالا اون افشا شد که در اونجا میرن. هر قدر که می کزنا دختر خاله و بچه کاکا و می کزن و بچه مامایا یک جای باشن در امریکا و جای خوبتر هم است. از خاطر که از خاطر دیگر رفقا آدم نمیفهمه از هر رقم بک‌گراند می باشن، از هر کشور می باشه اینجا نمیفهمی یگان چیزاست که در فامیلای ما قبول نمیکنیم. اصلا اونجا میخوایم پرسان کنم این سواله به خاطر از اینکه خیلی از مردم دیدیم، خیلی از جوانان رو دیدیم در موقف کس در جایی که کار میکنن راضی نمیباشن. اگر دکتر هم باشن، اگر بزنس هم داشته باشن، بازم میگه از این کار خسته شدم میریم به کار دیگه. حالا از شما پرسان میکنم که در موقف که هستی زندگی که داری، روزگار که داری، منایس یک جوان در سن که هستی، راضی هستی؟ Of course. من همیشه ادخار میخوانم صبحی، نماز فجر که میخوانم بعد از اون طرف کار که میایم 30 دقیقه رایم است. از اونجا 19 دقیقه 20 دقیقه ادخار میخوانم. از ادخارم یگانه چیز که من میگم که خدایا من از تو راضی هستم، من خوش هستم، من بسیار و من دیگه چیز نمیخوایم. هر چیز که من بدی من خوش هستم، از من هر چیز که بگیری من خوشم هستم. همین دعای من است دیگه. شکر راستی خداوند یک نفر اگر به مادر است، مادر میخواد که اولادش ثمر زندگیش صاحب خانه و جای شود که فامیل خوب
ارتباط بگیره. شکر فضل خدا ارسلان جانم که هست و فامیل بسیار خوب، بسیار او افغان خود ماست، بسیار مردم خوب هستند. که از تقریبا 6 سال شده که ما 7 سال این معلومه از من کم معلوم میشه. و دیگه دخترم هم که شکر دخترم هم در فامیل از پاکستان است، اما مردم خوب هستند. خداوند آرام داشته باشیشون. آینده آدم نمیفهمه، اما شکر راضی است، باید است راضی باشه که یعنی در فامیل آرزو یک نفر می باشه که در یک فامیل خوب افته، در فامیل خوب افتاده. شکر. بسیار خوب، بسیار خوب. من فکر میکنم که نام خوشبخت بودن که مثل ارسلان جان یک داماد یا پسر نصیبشان شده. تشکر. دیگه با تو بسیار شیرین است، ثواب بسیار شیرین است، شما هم کار دارین. بریم خداحافظی کنیم. همراه دوستا بسیار زیاد خوش گذشت برای من که امروز آمدم اینجا در کنار شما افطار کردیم و چی میگن قصه های خود، صحبت های خود رد بدل کردیم. بسیار به من خوش با خدا من بسیار زیاد در افغانستان هم که بودین من میدیدم، همیشه میدیدم من پروگرام هایتانه و من که در اینجا خبر شدم بسیار خوش شدم که باز دیدم تانه، یک دفعه در مسجد دیدم تانه. دیگه افتخار کردین، افتخار برای کلیگ ماست که شما آمدین در اینجا. خوش شدیم. یک جان تشکر از آمدهایتان. خداوند به هر آرزویی که دارین خداوند برسانید. خواهش میکنم. یک جان تشکر از لطف مهربانیتان. من بسیار خوش میشم که فامیلای عزیز را پیدا کنم که برنامه رایشان داشته باشم تا معرفی کنیم برای وطندارای ما. و امروز همراه شما میبینیم که مادر و پسر در کنار هم تمام مشقت‌ها را، زحمت‌ها را، همه چیز با هم حل کرده و زندگی و روزگار را پیش میبرن و ماشاءالله خوش هم هستین و موفق هم هستین. و امروز دیدیم که چقدر مشتری دارین شما. کلش از دعای مادر است و زحمت خودت است. مرا بسیار زیاد خوش ساختین. بسیار زیاد خوش شدم. خوش بودم. واقعا این برنامه میدم نه به خاطر برنامه بسیار زیاد خوش شدم. ما هم شما با خدا دوستتان داشتیم، شوهرم بسیار زیاد دوستتان داره. سلام برسانید برام. نباشه. کاش امروز میبود که با خدا دیگه نمیتونست از خاطر بسیار خوش شدم که دیدم. تشکر بسیار زیاد از آمدهایتان. تشکر. زنده باشین. تشکر. سمیر جان تشکر. بسیار زیاد. سلامت باشید. خداوند خوش و آرام داشته باشید بچه و همیشه پناه خدا داشته. دوستا اوقات خوب و خوش داشته باشین. تشکر که ویدیو را تماشا کردین، برنامه را تماشا کردین و فراموش نشه که کانال حتما سابسکرایب کنید. و اگر شما خوش دارین یا دوست دارین که به این رستوران برین، آدرسی که با پایان برنامه شما تماشا میکنین آدرس نوشته کنید، اینجا تشریف بیارین. به خاطر که بعضا دوستا باز میگن که آدرس دیگه برای ما روان کنید. خدا کنه که شما تا آخر ویدیو دیده باشید و این لازم میتونید که به این آدرس شما برین به رستوران بیگ ویت حلال که یک مادر و یک فرزند خدمت شما را میکنم. اوقات خوب خوش داشته باشین. خدا نگهدار شما باشید.